خدمت بینندگان عزیز، یه گزارشی به دست ما رسیده بود که میگفتن موکبدارای عراقی با ایرانی‌ها درست برخورد نمی‌کنن یا اونها رو راه نمیدن توی موکباشون. اومدیم توی مسیر نجف به کربلا این موضوع رو بررسی کنیم. تا یه دونه برخورد بد ندیدم. البته بعضی وقتا که پامونو میشورن یکم زیادی فشار میدم، بعضی وقتی که مشتمال میدن ممکنه یه کوچولو زیادی فشار بدم. من میگه که یه نکته میگه موکبای عراقی با ایرانی بد برخورد میکنن. شما همچین چیزی دیدین؟ همه علکیه. ما کل این راهو داریم عشق میکنیم، صفا میکنیم. عربا همه دوست و برادر ما هم. تمام احترام میذارم. احترام دارم میذارم. شما دارید از خودتون علکی شایعه سازی میکنه. همه شایعه پراکنیه و فتنه انداختن بین ایرانی‌ها و عراقی است. نه همچین چیزی اصلا اتفاقا با کمال احترام دارم به مردم برخورد